میگن یه زندانی با نختندون میله‌های آهنی پنجره زندانو بریده و فرار کرده. این مرد تصمیم گرفت این روش رو آزمایش کنه. اونا به یه زندان رفتن و سعی کردن با نختندون یه میله آهنی رو ببرن. ولی این کار خیلی سخت بود. برای بهتر شدن استحکاک کمی خمیردندون به نخ اضافه کردن. اونا 2 ساعت پشت سر هم تلاش کردن ولی فقط تونستن رنگ میله آهنی رو از بین ببرن. چون با دست جواب نمیداد، یه دستگاه خودکار ساختن که نختندون رو روی میله بکشه. اما با اینکه دستگاه خوب کار کرد، ولی نختندون خیلی راحت پاره میشد و مجبور بودن مدام اونو عوض کنن و بعد از 3 ساعت و نیم تلاش یه برش کوچیک روی میله ایجاد کردن. با این حال بعد از 35 ساعت تلاش فقط تونستن 1/67 اون رو ببرن و محاسبات نشون داد اگه یه زندانی روزی 8 ساعت با نختندون کار کنه، باید 293 روز وقت بذاره تا یه میله کامل رو ببره. پس در نتیجه اگه یه زندانی دیدی که داره نختندون میکشه، مطمئن باش داره برای